بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه منجیان عزیز پای 12 رشته ساختمان و همه همراهان و همکارانی که ویدیوهای آموزشی ما رو در درس فناوری‌های ساختمان پای 12 دنبال میکنن. حسین علی نوری هستم، هنرآموز رشته ساختمان و در خدمتتون هستم با ادامه تدریس بودمان 4 درس فناوری‌های ساختمان. عزیزانی که ما رو دنبال میکنن استحضار دارن که ما مطلبمون رو در بودمان در واقع 4 درس فناوری‌های ساختمان تا ویدیو قبلمون در مورد انواع سیستم ها و سامانه‌های ساختمانی صحبت کردیم و در این جلسه قصد داریم به وسایل اتصال در سازه‌های فلزی و فولادی بپردازیم. دیدیم که در واقع برای اینکه یک استراکچر شکل بگیره و برای اینکه یک سامانه ساختمانی شکل بگیره لازمه که تیر فولادی به مثلا ستون متصل بشه، ستون به فونداسیون متصل بشه، مهاربند مثلا به گوشه تیر ستون متصل بشه و خلاصه اجزای یک ساختمان فولادی هم از تیر، ستون، بادبند اینا به همدیگه و به فونداسیون اینا با استفاده از در واقع وسایل اتصال این در واقع اتصالات اجرا بشه. وسایل اتصال و متصل کردن اجزای فولادی به هم در ساختمان‌های فولادی یا جوشکاریه یا پیچ و مهره است یا پرچ. این سه تاست که ما در واقع تو این جلسه بحثمون رو در مورد جوشکاری شروع میکنیم و بعدش در مورد پیچ و مهره و پرچ هم در ویدیوهای بعدی خدمت عزیزان مطالبی رو تقدیم میکنیم. جوشکاری، تعریف جوشکاری: اتصال دائمی دو قطعه به یکدیگر به وسیله گرما و فشار یا بدون فشار و یا بدون فلز پرکننده، فلز جوش را جوشکاری میگویند. در این فرآیند چون جنس فلز جوش با فلز مبنا یکی است با هم ترکیب شده و پس از سرد شدن خواص جوش با فلز مبنا یکی خواهد بود. خیلی ساده بگم براتون، یه مثال در قالب مثال واقعی بگم. فرض کنید که ما در اینجا میخوایم دو تا ورق فولادی رو به هم متصل کنیم. فرض کنید یه ورق فولادی این شکلی داریم، یه ورق فولادی دیگه هم در واقع اینجا به این شکل داریم. فرض کنید دو تا ورق رو میخوایم کنار هم دیگه نگه داریم. چه کار بکنیم؟ یک راه در واقع با استفاده از جوشکاریش این است که ما بیایم اینجا در واقع این قسمت رو حرارت زیاد بدیم طوری که این قسمت خود این دو تا ورق ذوب بشه و این ورق ها که ذوب میشه فلزش مذاب میشه. چجوری اینا رو ذوب میکنیم و حرارت بالا میدیم؟ با استفاده از الکترود و جوشکاری. فرض کنید این در واقع الکترودیه که وصله به دستگاه جوش، اینو که به اینجا نزدیک میکنیم الکترود بچه که دیده باشن داخلش فلزی از جنس تقریبا همین ورق ها که با اون حرارت زیادی که تولید میکنه این فلزه هم خودش ذوب میشه، همین در واقع در این نواحی که داخل این دایره است که کشیدم این فلز این ورق ها رو هم ذوب میکنه و عملا این فلزهای ذوب شده از ورق های طرفین اون الکترود با هم دیگه ممزوج میشن و بعد اینکه خنک میشه یک ناحیه در واقع فلزی توپر رو به این شکل ایجاد میکنه که باعث میشه این دوتا ورق به همدیگه متصل بشوند. در واقع فرایند جوشکاری با استفاده از ذوب شدن و ممزوج شدن اون دو قطعه فلزی که دارن به همدیگه جوش میدن و فلز الکترود در واقع اتفاق میفته. خب اینجا میبینید که حالا توی تصویری دارن جوشکاری انجام میدن. در خصوص اجرای عملیات جوشکاری مطالب در واقع طبق این روندی که اینجا توضیح داده در واقع کتاب ارائه میده. اول لوازم و تجهیزات جوشکاری رو صحبت میکنه، بعد در مورد انواع روش‌های جوشکاری، انواع جوش، انواع وضعیت‌های جوشکاری، انواع اتصالات جوشی، انواع درز جوش، علائم جوشکاری در نقشه‌های سازه‌ای، عیوب جوش، روش‌های بازرسی جوش رو در واقع در این قسمت و قسمت‌های بعدی خدمت شما انشالله تقدیم میکنه. فقط عزیزان بدونن حالا مطالبی که اینجا گفته خیلی به لحاظ فهرستی هم مطالب نسبتا مفصلیه، ولی بحث جوشکاری یک بحث کاملا مهندسی و خیلی بحث مفصلی هم هست. فکر نکنید بحث حالا در واقع خیلی پیش پا افتاده که حالا هر کارگری میتونه بیاد بشه در واقع جوشکار رو و بتونه جوش‌های مهندسی رو درست اجرا بکنه.
بحث جوش آنقدر حساس و مفصل هستش که در واقع ما یک گرایش و یک رشته مهندسی به نام مهندسی جوش داریم که در این رشته به صورت کاملا حرفه‌ای و مهندسی به بحث جوش، عوامل مؤثر بر جوش، روش‌های جوشکاری، بحث‌های محاسباتی مربوط به جوش، عیوب جوش، بازرسی‌های جوش، انواع اتصال، انواع درس‌های جوش و خیلی مسائل متنوعی که در بحث جوشکاری مطرحه میپردازم و خب یه بر جای خودش یک بحث خیلی مفصل و مهمیه. خب اولین مطلبی که بهش میپردازیم لوازم و تجهیزات جوشکاری هستش. برای انجام عملیات جوشکاری صحیح و رسیدن به اتصال جوشی مطلوب استفاده از تجهیزات و ابزار استاندارد ضروری است. ابزار و تجهیزات لازم برای فرآیند جوشکاری عبارت است از یک دستگاه جوش. دستگاه جوش چیه؟ دستگاه جوش وظیفه تامین انرژی لازم جهت ایجاد قوس الکتریکی رو به عهده داره. قوس الکتریکی چیه؟ همین توضیحی که اینجا دادم که الکترود در واقع میاد اینجا و این در واقع باعث ایجاد حرارت زیاد در واقع در این محل اتصال میشه، طوری که این دوتا ورق ما ذوب میشه به همراه فلز الکترود و تو هم دیگه ممزوج میشه. علت ایجاد در واقع این حرارت زیاد و این اشعه خیلی قوی با حرارت بالا قوس الکتریکی هستش. در واقع یک حرارت زیاد به خاطر جریان الکتریسیتی خیلی در واقع قوی ایجاد میشه که اونجا حرارت زیادی ایجاد میکنه. این دستگاه جوشه که اینجا هست، در واقع دستگاه جوشه که به انتهای الکترود بهش وصله و اون انرژی لازم برای ایجاد اون قوس الکتریکی با حرارت خیلی بالا رو دستگاه جوش تامین میکنه. تنظیم شدت جریان و آمپرهای مختلف برای اجرای جوش به کمک این دستگاه به کمک این وسیله انجام می شود که در واقع روش یه سری کلیدهایی داره، روش یه سری در واقع درجه بندی هایی داره که باش میشه شدت جریان و آمپراژهای مختلف رو تنظیم کرد. این شدت جریان و آمپراژهای مختلف در واقع حرارت جوشکاری رو بالا پایین میکنه و در واقع قدرت اون قوس الکتریکی رو تنظیم میکنه. مثل این دستگاه جوشیه که حالا اینجا یه نمونهشو دارید میبینید. از بقیه لوازم جوشکاری الکترود رو باید نام برد. الکترود در واقع شامل یک مغزی که جنس فلزه و روی این مغزی فلزی رو در واقع یک روکشی دور تا دورش رو گرفته در انواع مختلف بر اساس مقاومت نهایی مورد نیاز جوش و وضعیت جوشکاری تولید میشه. الکترودها نامگذاری میشن. حالا در ادامه در بحث نامگذاری الکترود به این جدولا میرسیم و توضیحشو میدیم. مطابق استاندارد جوش امریکا با عنوان AWS American Welding System نامگذاری الکترودها را با یک کد 4 رقمی یا 5 رقمی بعد از حرف E در واقع انجام میدن. E که به معنای الکتروده، حالا 4 رقم بعدش هست. این 4 رقم بعدش هر کدوم معنایی داره، با هم ببینیم چیه. در صورت 4 رقمی بودن این کد، 2 رقم اول یعنی مثلا الکترود E6013، خب اون E6013 ایه که گفتیم الکترود 60، اون 2 رقمه در واقع بعد از E در واقع حداقل مقاومت کششی فلز الکترود رو نشون میده و اگر در واقع 5 رقم بعد از E باشه، 3 رقم اول از سمت چپ حداقل مقاومت کششی فلز الکترود را بر حسب کیلو پوند بر اینچ مربع نشون میده. اینا دیگه واحدهای در واقع نیرو تقسیم بر مساحت بر حسب سیستم انگلیسیه که ما تو سیستم انگلیسی نیرو رو بر حسب پوند و کیلو پوند داریم و مساحت رو، طول رو بر حسب اینچ، مساحت رو بر حسب اینچ مربع. برای تبدیل در واقع این واحد بر حسب کیلو پوند به اینچ مربع به کیلوگرم بر سانتی متر مربع که برای ما ایرانی ها و البته در سطح جهان شناخته شده تره، اون عدد 2 رقم بعد از ای یا 3 رقم بعد ای رو ضرب در 70 اگر بکنیم عددش تبدیل میشه به کیلوگرم بر سانتی متر مربع. خب بعد از اون 2 رقم یا 3 رقم، رقم بعدی نشان دهنده وضعیت جوشکاری و رقم آخر به جنس روکش و نوع جریان ربط داره. پس
مثلا الکترود E60 13 این 60 نشون دهنده مقاومت کششی فلز الکتروده که اگه تو 70 ضرب بشه میشه 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع. این یکه در واقع یک کدیه که نشون میده با این الکترود در چه وضعیتی میشه جوشکاری کرد. حالا انواع وضعیت‌های جوشکاری رو باید توضیح بدیم. و اون سه آخرش هم به جنس روکش و نوع جریان ربط داره. به عنوان مثال همین مثالی که ما زدیم در الکترود E6013 چون کد الکترود 4 رقمی است، عدد 60 نشان دهنده الکترود با مقاومت کششی 60 کیلو پوند بر اینچ مربع معادل 4200 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. عدد 1 بعد 60 1 معرف جوشکاری در تمامی وضعیت‌ها بوده. ببین انواع وضعیت‌های جوشکاری رو یکی از در واقع آیتم‌های درس ما این هستش، یعنی در عنوان 4م بحث فرآیند جوشکاری ما به انواع وضعیت جوشکاری میرسیم، اونجا بیشتر هم توضیح میدیم. و عدد 3 بعد از 1 بیانگر این است که الکترود با روکش روتایلی یا اکسید تیتانیوم و با امکان جوشکاری با جریان مستقیم یک سو، جریان دو جوری، جریان برق یا مستقیم یا متناوبه. میگه در واقع عدد 3 نشون میده که الکترود با روکش روتایلی یا اکسید تیتانیوم و با امکان جوشکاری با جریان مستقیم یا جریان متناوب در واقع امکان پذیر هستش. الان تو این جدولا نگاه کنید، 2 یا 3 رقم اول پس شد حداقل مقاومت کششی، عدد بعدی وضعیت جوشکاری و عدد رقم آخر نوع جریان، نوع سرباره در واقع ربط داره به اون روکش الکترود، نوع قوس، عمق نفوذ، وجود پودر آهن و هیدروژن در روکش و در واقع به این مسائل ربط داره، بر اساس اینا در واقع تعیین میشه. الان اینجا ببینید الکترود 2 رقم، 1 رقم، 1 رقم، مثلا E6013 اون 2 رقم مقاومت نهایی مساله فلز الکتروده، X وضعیت جوشکاری، 1 همه وضعیت ها، 2 شامل افقی و تخت میشه، 3 فقط وضعیت تخت میشه. گفتم که در ادامه در کتابتون ما انواع وضعیت های جوشکاری رو در صفحه 215 کتابتون انواع حالات یا وضعیت های جوشکاری رو بهش میرسیم و انشالله توضیح خواهیم داد. خب این هم پس از 1 و 2 و 3 که چه معنایی میده و اون عدد آخر اگر 0 باشه فقط DCRP یعنی قوس نفوذی، اگر 1 باشه در واقع جریان متناوب یا جریان مستقیم قوس نفوذی، اگر 2 باشه جریان متناوب یا مستقیم، ببینید DCRP یعنی جریان مستقیم، AC جریان متناوب و قوس متوسط، 3 باشه با جریان متناوب یا مستقیم قوس قطب آزاد و قوس نرم، همینجوری بقیه‌اش هم دیگه تا 8 هر کدوم از اینا در واقع نشون دهنده یکی از این توضیحاتی که جلوش نوشته. خب بعد از الکترود ما در واقع وسیله بعدی که در جوشکاری نیاز داریم انبار جوشکاریه. اون الکترود در واقع به وسیله این انباره گرفته میشه، وسیله گرفتن الکترود و اجرای جوشکاریه. انبارها هم بر حسب ظرفیت جریانی که میتونن از خودشون عبور بدن دسته‌بندی میکنن. جریان برق از طریق انبار و وارد فلز الکترود میشه و هم در گیره کاره، هم در واقع وسیله انتقال جریان برق از دستگاه جوش به الکترود. وسیله بعدی گیره اتصاله. ما واسه بعد از این گیره ها میایم در واقع اون جریان الکتریکی رو ایجاد میکنیم. ببینید خیلی ساده بکشم اینجا، این فرض کنید یک دستگاه جوش هست که در واقع منبع ایجاد اون قوس الکتریکی است. اگه دوستان آشنا باشن دیدن که این دستگاه جوش 2 تا در واقع ورودی داره، ورودی سیم داره. خب این 2 تا ورودی سیم یکیش در واقع میاد مثلا اینجا، با استفاده از این گیره، همین گیره‌ای که اینجا الان دارید میبینید وصل میشه مثلا به اون ورقی که قراره مثلا به یه ورقه دیگه جوش بشه. اینجا با استفاده از این گیره به این ورقه اینو متصلش میکنن. در واقع اون خروجی دیگه دستگاه جوش وصل میشه به انتهای در واقع انبار و انبار هم که به الکترود وصل هستش.
بعد میان در واقع این الکترود رو در محل فرض کنید جوشکاری، دو تا ورقو که میخوام مثلا به هم دیگه جوش بدن، این الکترود رو نزدیک میکنن مثلا اینجا و این درز رو فرضاً باش جوش میدن. حالا به این شکلی که من کشیدم بالا، به این چیز ساده که من کشیدم نگاه کنید، میبینید داره یک مدار تشکیل میشه، داره یک مدار جریان الکتریکی تشکیل میشه که در محل اتصال و در محل برقراری اتصال این مدار الکتریکی، اون قوس الکتریکی با اون حرارت بالا شکل میگیره. این گیره‌های اتصال استفاده میشه برای اینکه ما بتونیم این سیمه رو به ورق‌ها و پروفیل‌های فولادی ثابتش کنیم. خب و وسیله دیگه که در جوشکاری استفاده میشه ماسک محافظه. در حین ایجاد قوس الکتریکی، اون حرارت بالا به خاطر جریان الکتریکی، نور شدیدی از محل قوس ساطع میشه که در واقع میتونه باعث آسیب شدید به چشم جوشکار یا افرادی که از فاصله کم دارن نگاه میکنن به اون جوشکاری نگاه میکنن بشه. همچنین گازی که در واقع به خاطر اون فرآیند جوشکاری داره متساعد میشه میتونه باعث مسمومیت جوشکار بشه. عامل دیگه میتونه پاشیدن ذرات جوش باشه به سمت صورت جوشکار و سوزاندن پوست صورت اون فرد جوشکار باشه. همه این سه تا مطلب باعث میشه که ما با استفاده از یک ماسک محافظی در واقع محافظت از صورت جوشکار و چشش و بینیشو از استنشاق اون گازهای نسبتا خطرناک بتونیم حفظ کنیم. خب بعد از توضیحاتی که خدمت عزیزان تقدیم کردم، در ادامه حالا قبل از اینکه در بحث جوشکاری خیلی جلو بریم و مسائل دیگه رو مطرح بکنیم، من یک ویدیویی هست که در واقع یک همکار ما هست، ایشون میاد در واقع در مورد جوشکاری صحبت میکنه و توضیح میده در کارگاه در مورد جوشکاری و یه مقدار جوش هم انجام میده، جوشکاری رو اجرا میکنه. البته ما اگر در واقع به صورت حضوری در خدمت عزیزان بودیم، خودمون تو کارگاه این جوشکاری رو تمرین میکردیم و انواع در واقع وضعیت‌های جوشکاری و مقداری جوشکاری اینها با بچه‌ها به صورت عملی تمرین میکردیم. اما در قالب این ویدیوهای آموزشی دیدن این فیلم خالی از لطف نیست. من قبل از اینکه در واقع بحثم رو بیشتر ادامه بدم و مطلبم رو جلوتر ببرم، یعنی تا اینجا که اول انواع روش‌های جوشکاری در صفحه 212 هستم، در واقع ترجیح میدم که شما اولین فیلم رو ببینید، توضیحات این همکار ما رو بشنوید در مورد جوشکاری و ببینید که در واقع جوشکاری چجوری اجرا میشه، بیشتر آشنا بشید با بحث فرایند جوشکاری و بعد بیایم در واقع ادامه مطالب درسی رو در ویدیوهای بعدی در خدمتتون باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجتبی کولانی هستم، هنرآموز رشته جوشکاری از سلسله برنامه‌های آموزش جوشکاری. امروز با آموزش جوشکاری با الکترودهای 60 در حالت سجی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که بتونیم مطالب خوب و مفیدی رو به شما عزیزان آموزش بدیم. عرضم به حضورتون که الکترودهای 60 رو تو تئوری خوندید. الکترودهایی هستن پرنفوذ از خانواده الکترودهای سلولوزی و برای پاس ریشه به کار میرن. معمولا برای جاهایی که نفوذ بالایی لازم داریم این الکترودها رو به کار میبریم. الکترودهای 60 خیلی از جوشکارا سعی میکنن از روی رنگ گلش یا فلاکسشون رو بشناسن، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. الکترودهای 60 ممکنه به هر رنگی باشن، ممکنه به رنگ سبز باشن، ممکنه به رنگ گلبهی باشن، ممکنه سفید باشن. این بستگی به کارخونه سازنده این الکترودا داره. الکترودهای 60 از روی شماره‌ای که روی فلاکسشون درج میشه شناخته میشن. 60. اگر الکترودی رو دیدید که رو شماره نداشت، زیاد به اون کیفیتش مطمئن نباشید، چون الکترودهای نامرغوبی تو بازار هستن که معمولا روشون شماره درج نمیشه. کارخونه‌های سازنده همیشه باید شماره روشون درج بکنن. عرضم به حضورتون که حالت سجی حالت
عمودی جوشکاری توی شیار دو تا قطعه هستش، یعنی بین شیار که دو تا قطعه رو میذاریم داخل شیارش رو جوشکاری میکنیم میگیم جی، گروو. وقتی به حالت عمودی یا ورتیکال قرارش میدیم میشه 3G، 1G، 2G افقی، 3G و 4G بالا سر. اینا رو قبلا خونده بودید، من فقط خواستم یه توضیح مختصری بدم. برای اینکه بتونیم یه جوش خوبی رو بگیریم باید حتما بین دو قطعه‌مون یک فاصله قرار بدیم که توی تئوری خوندید به اسم روت شناخته میشه، ریشه جوش. ما اینجا میخوایم توی تمام آموزش هایی که تو سراسر دنیا، توی یوتیوب، توی اینستاگرام، توی جاهای دیگه، توی آپارات قرار دادن، معمولا تمام قطعاتی رو که با 60-10 جوش دادن قطرش بالای 8 میلیمتر و 10 میلیمتره. منتها ما برای اینکه سخت‌ترین روش رو، سخت‌ترین حالت رو قرار بدیم که دیگه بهونه‌ای برای آموزش نباشه، تسمه 4 برداشتیم. تسمه‌ای که ضخامت اون 4 میلیمتره. این رو تقریبا هیچ کس در دنیا انجام نمیده، چون کمترین قطری هستش که برای جوشکاری برق در نظر گرفته میشه، برای SMAW در نظر گرفته میشه. حالا ما با تسمه 4 میخوایم آموزشمون رو شروع کنیم. یک فاصله روت بعد قرار بدیم. برای اینکه دقیق ترین حالت رو در این فاصله ها قرار بدیم ما احتیاج به یک سری کلیشه یا شابلون داریم. شابلونش هم نمیخواد چیز خاصی قرار بدید. مثلا میخوایم الان 2.5 میلیمتر بین این ورق 4 میلیمتر فاصله قرار بدیم. ما کافی یه الکترود رو برداریم، الکترود 2.5 که مغزی اون 2.5 میلیمتر هست. یک سرش که خب لخت هستش بابت الکترود گیری که میخواد بگیره جوشکاری کنیم، یک سر دیگه‌اش رو کچل کنیم، همین، یعنی فلاکس روش رو بتراشیم. به بحث این که فلاکس روش رو بتراشیم، شابلون ما درست میشه. از وسط این الکترود رو خم میکنیم، این شد شابلون کار ما. میذاریم بین دو تا قطعه کار و خال میزنیم. به همین راحتی خالو میزنیم و وصلش میکنیم روی قطعه، روی میز کارمون. حالا یا گیره داریم وصل میکنیم یا جوش میزنیم. عزیزان توجه بکنن که میخوایم جوشکاری رو شروع بکنیم بدون فوت وقت. یک نکته‌ای که همیشه من گفتم، استفاده از ماسکای کلاهیه، برای اینکه وقتی ماسک کلاهی میذاریم سرمون دو تا دستمون آزاد برای جوشکاریه و میتونیم بهترین گارد و فیگور رو در جوشکاری بگیریم. همیشه من گفتم تو تمام آموزش‌ها میگم گارد جوشکاری، فیگور جوشکاری مهمترین چیز در عوامل غیر مهارتی جوشکاری است. یعنی 50% باور کنید لرزش دست، نمیدونم حرکت صحیح، اینا رو اصلاح میکنه و جوش خوبی به ما میده. نکات ایمنی رو همیشه در نظر بگیرید. استفاده از دستکش رو همیشه در نظر گرفتید. جایی دیدید بهتون خندیدن گفتن که آقا ماسک دستی استفاده کن، یه دستی بزن. یه دستی هم میشه زد، بدون ماسک هم میشه زد، ولی خب چشتون در میاد. برای همین شما سعی بکنید که همیشه مهارتتون رو بالاتر ببرید. جایی که میرید صنعتی باشه، به محض اینکه ماسک نزنید یا اینکه دستکش نپوشید ردتون میکنن و شما رو به عنوان یک جوشکار بد میشناسن، به عنوان یک جوشکار که اصول رو رعایت نمیکنه و این جوشکار به دردشون نمیخوره. عرضم بزرگتون که ما دستگاه رو روشن میکنیم و شروع میکنیم. به امید خدا یه پاس جوش میدیم. حرکتی رو که در نظر میگیریم معمولا جوشکارهای 60-10، اینو یادتون باشه، از حرکت سرد و گرم استفاده میکنن. سرد و گرم یعنی از نقطه‌ای که قوس برقرار میشه میبرن بالا سرد، میارن پایین گرم، میبرن بالا سرد، میارن توی مذاب گرم. یعنی یک فرصت سرد شدن به قطعه میدن. مستقیم معمولا میرن بالا، منتها بعضی از جوشکارها 8-8 استفاده میکنن، یعنی به صورت 8-8 زیگزاگ اینجوری میرن بالا، همون سرد و گرم رو در اصل اجرا میکنن.
اگر دیدید که تواناییشو دارید سرد و گرم هم استفاده نکنید. من دستگاه رو روشن میکنم و شروع کنیم به جوشکاری. قطبی که مورد استفاده ما هستش، قطب جوشکاری ما معمولا در 16 روی DCP یا الکترود مثبت قرار داده میشه. به امید خدا دقت بکنید حرکت دست رو. من دست راست هستم، منتها به خاطر اینکه دوربین بگیره دارم با دست چپ جوشکاری میکنم. الکترود ما تمام شد دیگه، ما بقیش رو ادامه نمیدم به خاطر اینکه فرصت کم هستش و میخوام کمترین وقت رو تلف بکنیم. گل جوش رو از پشت میزنم و توضیحات رو روی جوش میدم. برای الکترودهای 60 معمولا چون پاس ریشه هستش و گلش اون سرباره‌ای که تولید میشه یه خورده سفت و نازک هستش، حتما وایر برس استفاده بکنید و اون رو وایر برس بکشید به خاطر اینکه گلش کاملا پاک بشه. حتما عینک برای پاک کردنش استفاده بکنید. سعی بکنید لای گیره بذارید تمیز کنید. حالا من میخوام سریع انجام بدیم دیگه زیاد دقت بکنید. این جوشیه که دادیم الکترودهای 60 الکترودایی هستن که خب گفتم برای پاس ریشه، مثلا توی لوله خطوط فشار قوی لوله میخوایم یا مخازن کوچیک قطر کوچیک نمیتونیم بریم از داخل جوش بدیم، باید هر نفوذی که داریم رو، یعنی اون پشت جوش رو ما در نظر بگیریم که نمیتونیم جوش بدیم و اون پشت جوش هم مثل روی جوش یک گرده سازی ایجاد بکنیم. نگاه کنید این روی جوشه. جالب اینه که اینجا تخته، البته روی این بعد یه پاس جوش بدیم که معمولا با الکترودهای 70 18 یا 60 13 میزنیم. عوضش پشت قطعه کار رو نگاه کنید. پشت قطعه کار رو نگاه کنید، انگار یه پاس جوش دادیم با الکترود 2.5. این الکترود 60 ما هست. نگاه کنید نفوذ رو نگاه کنید کامل، یعنی انگار که یک پاس کامل جوش دادیم. این میشه جوشی که مورد نظر ما هسته. خب این فیلمی که با هم دیدیم در واقع فیلم نسبتا خوب آموزنده‌ای بود، مطالب خوبی رو در مورد بحث جوشکاری، فرآیندها و در واقع چیزی که باید به صورت عملی بلد باشیم و همون اضافه کرد. امیدوارم که براتون این فیلم مفید بوده باشه. از این همکارمون هم که زحمت کشیدن توضیحاتی رو در این فیلم در واقع خدمتتون ارائه کردن تشکر می‌کنیم. برای اینکه ویدیومون طولانی نشه من ویدیو رو همینجا تموم می‌کنم و انشالله در ویدیوهای بعدی در خدمتتون هستیم با ادامه بحث‌های مربوط به جوشکاری در پودمان 4 درس فناوری‌های ساختمان. همتون رو تا ویدیوهای بعدی که انشالله در خدمتتون خواهم بود به خدای بزرگ میسپارم و برای همتون آرزوی سلامتی و شادی دارم. خدا نگهدار.